به نظرتان یک کشور میتونه چند پایگاه نظامی در خارج از مرز خود داشته باشه؟ تنها 18 کشور در دنیا پایگاه نظامی در خارج از مرز خود دارند که بلندترین تعداد مربوط به آمریکا می شود. نظر به تحقیقات اینستیتوت کوینسی، آمریکا در حدود 750 پایگاه نظامی در خارج از مرز خود دارد. اگر تمام پایگاه این کشور را در نقشه مشاهده بکنیم، این طور خواهد بود. این پایگاه ها که همواره باعث ناراحتی مردم محل شده، نگهداشتن آنها سالانه میلیاردها دلار هزینه دارد. هدف تأسیس این پایگاه ها حمایت از رژیم های طرفدار در مواقع جنگ، مقابله با گروه هایی که میتونه به منافع این کشور در منطقه ضرر برسانند و راه اندازی جنگ ها مثل جنگ عراق و افغانستان است. مثلا زمان بگرام هم از جمله بزرگترین پایگاه آمریکا در جهان بود برای مقابله با طالبان، جمع آوری اطلاعات از فعالیت‌های روسیه و ایران در منطقه و مقابله با شبه نظامیان و انجام عملیات در پاکستان و افغانستان استفاده میشد. بعضی از این پایگاه ها به خاطر دفاع از مناطق استراتژیک ساخته شدند. مثلا پایگاه های آمریکا که در جنوب شرقی آسیا قرار دارند به خاطر دفاع تایوان از اشغال احتمالی چین ساخته شدند.